و در ایران طرح سوال از رئیس جمهوری فعلا منتفی شده. گویا بعضی نمایندگان امضاهایشان را پس گرفتند. عبدالجبار کرمی نماینده سنندج هیئت رئیسه مجلس را متهم کرده که تلاشش برای کم کردن امضاهای طرح سوال از محمود احمدی نژاد مسخره کردن نمایندگان است. در همین زمینه همکارم امید پارسانژاد توضیح داد چرا هنوز مشخص نیست چند نفر از نمایندگان امضاهایشان را پس گرفتند. بله، مبهمه، به دلیل اینکه این طرح هنوز اعلام وصول نشده. وقتی یه طرحی در مجلس ایران اعلام وصول میشه، تکثیر میشه، بین نماینده ها توزیع میشه، تصویرش و متنش و همطور امضاهاش در سایت اینترنتی مجلس منتشر میشه. بنابراین اون وقت قابل پیگیری هست که چه کسانی امضا کردن. اگه امضاهاشون پس گرفته شده، رسانه ها میتونن به اونا مراجعه کنن. این اتفاق نیفتاده هنوز، یعنی الان دعوا بر سر اعلام وصول این طرح هست. بنابراین امضاها هنوز به طور علنی منتشر نشده اصولا و هیئت رئیسه مجلس میگه که تعداد زیادی از نماینده‌هایی که امضا کردن امضاهاشون رو پس گرفتن، اما حاضر نیست که هویت این کسانی که امضاهاشون رو پس گرفتن رو حتی به طراحان اصلی سوال اعلام بکنه. ظاهرا یکی از منتقدان هیئت رئیسه البته امروز گفته بود به خبر آنلاین که رفته و دیده که 30 نفر امضاهاشون رو پس گرفتن، اما این کشمکش هنوز ادامه داره. یعنی اون نماینده‌هایی که دنبال طرح این سوال هستن میگن که امضاهای جدیدی به هیئت رئیسه ارائه شده و بعد دوباره هیئت رئیسه میگه که باز تعداد بیشتری امضاهاشون رو پس گرفتن، به دلیل اینکه به نظر اینطور میاد علتی که نمیخوان اعلام کنن چه کسانی امضاهاشون رو پس گرفتن به طور رسمی نزدیک بودن انتخابات هست شاید، و به این دلیل که نماینده‌ها نمیخوان در چشم رای دهندگانی که تا چند ماه دیگه قراره به اونا رای بدن در انتخابات به عنوان کسانی معرفی بشن که در مقابل دولت عقب نشینی کردن. همکارم امید پارسانژاد. و طرح سوال از رئیس جمهوری ایران فعلا منتفی شده. گویا بعضی نمایندگان امضاهایشان را پس گرفتند. عبدالجبار کرمی نماینده سنندج هیئت رئیسه مجلس را متهم کرده که تلاشش برای کم کردن امضاهای طرح سوال از محمود احمدی نژاد مسخره کردن نمایندگان است.